جاده هرات اسلام قلعه شاهد صحنه دلخراشی بود که قلب هر انسان با وجدان را میلرزاند. یک بس حامل 58 مهاجر افغان پس از تصادم با یک مازدا در شعله‌های آتش میسوزد و گزارش کردند که تنها 3 نفر جان به سلامت میبرند و باقی همه در آتش بی‌مسئولیتی خاکستر میشوند. این دیگر یک تصادف نیست، این یک قتل عمد است، قتل عمد به دست رانندگان بی‌وجدان و بی‌مسئولیت که با بی‌توجهی و وحشیگری جاده ها را به قبرستان تبدیل کرده اند. زشت است، ننگ است که برخی از راننده ها برای اینکه خوابشان نبرد خود را با مواد مخدر آغشته ساختند، خود را با حشیش و تریاک به حس می‌سازند. خیال می‌کنند که بیدار ماندند اما در واقع در بیهوشی میرانند. تصور کنید که ده‌ها کودک و ده‌ها زن و مرد که جانهایشان را سپردند به دست کسانی که به دست راننده‌هایی که نه بیدارند و نه هوشیار، بلکه در حقیقت یک قاتل جاده‌ای هستند و این همه تنها با مواد مخدر استفاده کردنشان خلاصه نمی‌شود. سرعت‌های وحشیانه، سبقت‌های دیوانه‌وار، قانون شکنی‌ها، موترهای فرسوده، بارگیری‌های اضافه و بی‌اعتنایی به هشدارها در واقع زنجیری ساخته است که پای مردم را بسته است و جانشان را به آتش می‌کشد. خطاب من برای مسئولین هم این است که سکوت در برابر این جنایات ظلم است، خیانت است، بی‌تفاوتی در برابر خون مردم بیرحمی است. شما مسئولان جان مردم هستین و باید امروز بیش از هر وقت دیگر اقدام بکنید. ما تقاضا نمی‌کنیم، مطالبه می‌کنیم آزمایش صحی و کنترل جدی راننده‌ها، جمع‌آوری فوری وسایط فرسوده از جاده‌ها، مجازات شدید برای راننده‌های متخلف، نظارت پیوسته و بی‌امان بر شرکت‌های حمل و نقل مسافرین. این دیگه مسئله لطف و خواهش نیست، مسئله مرگ و زندگی است. در پایان به خانواده‌های داغدار عرض تسلیت میکنم و میگویم که غم شما و درد شما درد ما و غم ماست. دعا میکنیم که الله متعال به جان باختگان رحمت و به بازماندگان قوت و صبر عطا فرماید. باید همه صدا بزنیم که جان مردم بازیچه نیست، راننده‌های بیهوش قاتل هستند و جاده های ما نباید که به قبرستان مبدل شود. السلام علیکم و رحمت الله.